بریم که نون چاباتا رو با تمام نکته‌اش بهتون یاد بدم طوری که تو خونه هم بتونید درست کنید. نون چاباتا نونیه که روش خیلی ترده و توش نرمه و برای ساندویچ فوق‌العاده است. ببینید به این میگن پولیش. ما به جای مخمر از پولیش استفاده می‌کنیم. پولیش ترکیب مساوی آب و آرده، یعنی ما 50 گرم آرد داریم، 50 گرم هم آب داریم که بهش 1 گرم یا کمتر مخمر اضافه می‌کنیم. 50 گرم آب رو با کمتر از 1 گرم، تقریبا نیم گرم مخمر ترکیب کردم. 50 گرم آردم بهش اضافه کردم. خوب مخلوطش می‌کنم. 4 تا 5 ساعت طول می‌کشه پیک بزنه. 2.5 تا 3 برابر میشه و بعد از اون یا باید استفاده کنیم یا بذاریم یخچال. 2 ساعت مونده تا پولیش هم آماده بشه. اینجا 450 گرم آرد دارم با 360 گرم آب. مخلوطشون میکنم که 2 ساعت استراحت کنم. با 2 انگشت یا یه چیزی شبیه همین چاقو آرد و آبو مخلوط بکنید. ظرفتون رو مناسب انتخاب کنید. خیلی بزرگ نباشه، خیلی کوچیک هم نباشه. درش رو ببندین، 2 ساعت استراحت کنه تا پولیشمون هم آماده بشه. 2 ساعت خمیرم گذشته، پولیشم هم آماده شد. حالا پولیش رو اضافه میکنم به خمیرم. اسپچولا یا هر وسیله دیگه‌ای خوب مخلوطش میکنم. درش رو میبندم 45 دقیقه استراحت کنه. 45 دقیقه گذشت، 12 گرم نمک اضافه میکنم. با اسپچولا خوب مخلوطش میکنم. هم 45 دقیقه دوباره استراحت میکنم. 45 دقیقه نمکم هم تموم شد. یه ظرف آب میذارم کنار دستمو خیس میکنم. تست کشسانی میگیرم، تا میکنم. دوباره دستمو خیس میکنم. تست کشسانی میگیرم، تا میکنم. خیس میکنم. تست کشسانی میگیرم، تا میکنم. و گوشه آخرش تست کشسانی، تا میکنم. 45 دقیقه دیگه میذارم استراحت کنه. آخرین 45 دقیقه بود. فولد آخرم میزنیم و میذاریم توی یخچال. از 4 گوشه فولد میذاریم. میره توی یخچال یه شب استراحت کنه. هوای خمیرتون رو نگیرین، به هیچ وجه فشارش ندید. رو صفحه کارم آرد سمولینا میریزم. آرد سمولینا دونه‌های درشتری داره، باعث میشه که به خمیرم جذب نشه. روی خود خمیرم میریزم. خمیر رو برمیگردونیم روی سمول. روی خمیر بازم سمول میریزم. خمیرمو پهن میکنم، بهش شکل میدم. اول به 2 قسمت طولی و بعدم عرضی تقسیمش میکنم. اینم عرضی. من کردنش کاردکمو میدم زیر خمیر و پرتش میکنم رو دستم. سینی فر. سمول اضافه هم جمع کنید توی یخچال نگه دارید برای بارهای دیگه. روشو با یه پارچه میپوشونم، نیم ساعت استراحت کنه. بذارید فرتون تا بالاترین دمایی که میتونه گرم بشه. 220 درجه، 240، 260، هرچی بالاتر باشه بهتره. فنش هم خاموش کنید که زودتر به دما برسه. دمای فرمن تا 220 میرسه. حدوداً 2 تا 10 دقیقه طول میکشه تا طلایی بشه و آماده شه. فقط قبل از گذاشتن تو فر روی نوناتون و روی سینیتون با دست یا با اسپری آب بپاشید.